خانم ها آقایان، با درود فراوان و آرزوی تندرستی برای شما. امروز می‌خوایم در مورد تأثیر محتوای گرافیکی بر روی ثبت شرکت با هم گفتگو کنیم. نیاز به محتوای گرافیکی از نخستین مواردی است که پس از گرفتن آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی نزد صاحبان شرکت خودنمایی میکنه. نخستین نیازها: طراحی مهر و لوگوی شرکت که باید لوگو زیبا و دارای مفهوم و پیام باشه که مخاطبان و مشتریان با آن ارتباط برقرار کنند و براشون خوشایند باشه تا در ذهنشون موندگار باشه. پس از اون نیاز به سربرگ اداری برای نامه‌نگاری که باید زیبا و خوش طرح و رنگ طراحی شده باشه. دادن و گرفتن کارت ویزیت برای مدیران هنگام دیدارهای تجاری مرسومه. انواع کارت ویزیت‌های کاغذی و دیجیتال با مفهوم و کارکردهای عالی قابل طراحیه. هنگامی که برای شرکت خود یک وبسایت می‌سازید، تمام صفحات اون باید محتوای گرافیکی مناسب و فاخری داشته باشه تا مشتریان رو جذب کنه. وقتی در شبکه‌های اجتماعی پایگاهی می‌زنید و می‌خواید مشتریان بیشماری جذب کنید، محتوای گرافیکی، صوتی و تصویری مناسب و جذاب میتونه کمک کننده باشه. خلاصه اینکه محتوای گرافیکی مناسب و جذاب رو همیشه در کنار شرکت خود نیاز دارید. پس گروه طراحی و تبلیغات ماهان آماده مشاوره به شما عزیزانه. برای تماس و مشاوره به راه‌های ارتباطی که در زیر این ویدیو شامل ایمیل و تلفن هست با ما تماس بگیرید. بهسا تجارت ماهان، هم مسیر راهی نو.